حضار محترم، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش آمد میگم به کشور خودتون، به دوحه، و تشکر میکنم به خاطر پذیرفتن دعوت اضطراری. پایتخت کشورم دوحه که این نشست در آن برگزار شده هدف حمله قرار گرفت به یکی از منازل که رهبران سیاسی جنبش حماس و هیئت مذاکره کننده در آن حضور داشتند و در یک منطقه مسکونی که مدارس و هیئت‌های دیپلماتیک در آن حضور داشتند به این مکان حمله شد که 6 نفر به شهادت رسیدند، از جمله یک شهروند قطری که در نیروهای امنیتی مشغول کار بود و 18 نفر هم زخمی شدند. تشکر میکنم از برگزاری این جلسه. رؤسای جمهور و سران کشورهای اسلامی، خدمت همه شما سلام عرض میکنم. تجاوز گستاخانه 9 سپتامبر 2025 به قطر، حمله ای از پیش برنامه ریزی شده توسط رژیم صهیونیستی بود که با هدف از بین بردن تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به نسل کشی در غزه انجام شد. این تجاوز به دیپلماسی بیش از یک جنایت است. این یک اعلام علنی و بیشرمانه است که اکنون قدرت نظامی و نه قانون تعیین کننده است. متاسفانه تروریست‌های حاکم بر تل‌آویو با مسئولیتی که پس از خیانتی مشابه به دیپلماسی در ژوئن 2025 و با آغاز جنگ تجاوزکارانه علیه مردم کشور من احساس کردند، جری‌تر شدند. نباید جای هیچ شک و تردیدی باشد که حملات هفته گذشته به دوحه تروریسم محض بود، سندی بر اینکه رژیم تل‌آویو هر گونه محدودیت اخلاقی و قانونی را کنار گذاشته است. اما بگذارید صریحاً درباره چگونگی رسیدن به این لحظه صحبت کنیم. این حمله از خلأ پدید نیامده است. نتیجه اجتناب ناپذیر دهه‌ها مسئولیت رژیم صهیونیستی است که برخی قدرت‌های غربی آن را ممکن ساختند. جهان ظرف مدت طولانی شاهد ساخت دژی از حمایت در اطراف این رژیم بوده است. حمایتی که آجر به آجر آن از طریق وتوهای آمریکا، توافقنامه‌های تجاری اروپایی و فلج نظام قضایی و بین المللی فراهم شده است. در 2 سال گذشته غزه جنایات وحشتناکی را تحمل کرده که وجدان بشریت را به سنجه گذاشته است. امروز غزه در آتش می سوزد. بیش از 64,000 فلسطینی در کمتر از 2 سال به شهادت رسیدند. کودکان گرسنگی میکشند و در همان حال جهان صرفاً به نظاره و ابراز محکومیت بسنده می کند. دیوان بین المللی دادگستری حکم داده که اقدامات رژیم صهیونیستی نسل کشی محسوب می شود. اما ماشین کشتار همچنان به کار خود ادامه می دهد و اکنون دامنه اش را به خاک قطر گسترش داده است. عالی جنابان، باید مسیر خطرناکی را که با آن روبرو هستیم بشناسیم. رژیم صهیونیستی اکنون در سال 2025 چند کشور مسلمان را بمباران کرده است. هر حمله و تجاوز این رژیم به عنوان دفاع مشروع توجیه می شود و هر بار دو پهلوگویی کشورهای غربی و حداکثر محکومیت‌های تو خالی را به دنبال دارد. ما همچنین باید از همدستی نام ببریم که این جنایات را ممکن می سازد. هنگامی که یک رژیم یاغی تحت هر شرایط تسلیحات، تأمین مالی و حمایت دیپلماتیک دریافت می کند، می آموزد که هیچ محدودیتی وجود ندارد. وقتی وتوها و استانداردهای دوگانه نظام بین الملل را فرج می کنند، مسئولیت مانند پوسیدگی پخش می شود. تاریخ گناه حامیان این تجاوز را به یاد خواهد سپرد. ما به مردم فلسطین و به همه کسانی که به عدالت ایمان دارند 2 چیز بدهکاریم: صراحت کلام و اقدام.
از باب صراحت کلام باید گفت که جنایات رژیم صهیونیستی خطاهای موردی نیستند. آنها بخشی از دکترین تسلط پاکسازی و ایجاد ترسند. استراتژی پاکسازی قومی، توسعه طلبی و تجاوز که با همدستی آمریکا و برخی کشورهای غربی تقویت می‌شوند. اما از باب اقدام باید گفت که کلمات نسل کشی را پایان نمی‌دهند. باید متجاوز را منزوی کنیم. تسلیحات و تأمینات مالی او را قطع و رهبرانشان را در دادگاه‌های عدالت پاسخگو نماییم. اما این اقدامات بدون وحدت کارآمد نخواهد بود. رژیم صهیونیستی روی رقابت‌ها و اولویت‌های متضاد ما حساب کردند. حمله به دوحه بسیاری از معادلات و تفکرات اشتباه را دگرگون ساخت و نشان داد که هیچ کشور عربی یا مسلمانی از تجاوز رژیم تل‌آویو در امان نیست. فردا میتواند نوبت هر یک از پایتخت‌های عربی و اسلامی باشد. این جانب انتخاب روشن است. باید با هم متحد شویم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در فتح مکه سخنرانی فرمودند. اعلام نمودند انما المسلمون اخوه، مسلم اخو المسلم و هم ید واحده علی من سوا. عالی جنابان، رژیم صهیونیستی و حامیانش بدانند حمله به دوحه نشانه قدرت نبود، بلکه از سر ناامیدی و استیصال بود. رژیمی که به موقعیت خود اطمینان دارد نیازی به بمباران مذاکره کنندگان ندارد. شما از هر خط قرمزی عبور کرده اید. هر منطق و قانونی را نادیده گرفته اید. هر اصل رفتار متمدنانه را نقض کرده اید. اما ناخواسته کار مهم دیگری هم کرده اید. اراده جمعی امت اسلامی را بیدار کرده اید. مظلوم نمایی و قربانی نمایی شما دیگر نخنما و بی اثر شده است. جهان می‌بیند، ضبط می‌کند و به یاد می‌سپارد. رژیم صهیونیستی علیه حاکمیت، کرامت و آینده ما اعلان جنگ کرده است. ما در پاسخ اعلام می‌کنیم ما مرعوب نخواهیم شد، متفرق نخواهیم شد، ساکت نخواهیم ماند. از خاکستر غزه عدالت برخواهد خاست. از آوار ساختمان‌های تخریب شده در دوحه، بیروت، تهران، دمشق و صنعا نظمی نو پدیدار خواهد شد. نظمی نه مبتنی بر ریاکاری، بلکه بر وحدت اسلامی، نه بر برتری جویی صهیونیستی، بلکه بر برادری و برابری انسانی. من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم. من اصبح لا یهتم بامور المسلمین لیس بمسلم. باید مجازات و پاسخگو کردن متجاوزان آغاز شود. خیلی متشکرم.